خدا حافظ ای شعر شب‌های روشن. همونطور که میدونید میدجرنی یکی از قوی ترین ابزاری بود که برای تولید یا ادیت تصاویر با استفاده از نوشته در اختیار داشتیم. 5 روز پیش شرکت متا اومد یه هوش مصنوعی بهمون معرفی کرد که بدون احتیاج به دستورات خیلی پیشرفته میتونیم تصاویر رو تولید یا بسیار ساده و راحت ادیت بکنیم. همونطور که توی تصویر میبینید با نوشتن یک سری جملات کاملا محاوره‌ای خودش داره تصویر رو برامون ادیت میکنه. نه نیازی داره که بهش بگیم کجای تصویر رو تغییر بده. اصلا مثل دال-ای احتیاجی به براش زدن یا ماسک کردن تصویر نیست و واقعا یه هوش مصنوعی خیلی باهوشی رو در اختیارمون قرار داده که خودش تصویر رو شناسایی میکنه. با دیدن این تصاویر حتما شما هم مثل من به این نتیجه میرسید که هوش مصنوعی‌هایی که تا حالا داشتیم باشون کار میکردیم اونقدر هم باهوش نبودن. ببینید و لذت ببرید. البته اینم بگم که هنوز نسخه آزمایشیه.